با همدیگه اینا میپیچن، مثلا تحویل خانواده‌اش میدن. حالا اگه خواستن پیرنو برمی‌دارن، نخواستن که تو قبله. یه راست نگاه کردم دیدم پشت کمرش نوشته میرویم تا انتقام سیدی زهرا. یه نوجوان 17. این ماوقع این منطقه. حاج آقا ما چیکار؟ ببینید خواهرها، شهدا تو زمان خودشون تکلیفشون رو به نحو احسن انجام دادن. پس ما باید تکلیفمون رو به نحو احسن انجام بدیم. بله. چجوری؟ 3 شرط. این شرطا رو خوب دقت کنید. 1. آدمایی میتونن تکلیفشون رو خوب عمل کنن که زمان شناس باشن. آقا تو این زمان ما چیکار باید بکنیم به درد پیغمبرمون بخوره، به درد امام زمانمون بخوره؟ نه، به درد دینمون، به درد اسلام بخوره. همون زمان شناسی که شهدا داشتن. شهدا دیدن امروز بهترین سنگر جبه هست. مهدی زین‌الدین از کشور فرانسه براش بورسیه اومد. اون موقعی که بورسیه رفتن خیلی حرف بود. بهش گفتن آی زین‌الدین شما که نفر 4 کنکور سراسری شدی، هرچی هزینه درست باشه ما میدیم، تو فقط بلند شو به فرانسه تحصیل کن. چی جواب داد؟ گفت امروز زمانی است که مملکت من به من در میدان نبرد احتیاج دارد و نرفت. خب تو این زمان شناسی ما امروز شما به نظر شما چه وظیفه‌ای دخترای ما دارن؟ خواهر من، این حجاب قشنگی که تو امروز داری این ثمره خون این بچه هاست. امروز زمان اون نرسیده که به خاطر این حجاب بیام یه 2-3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت 10 ساعت نه 18 ساعت به حرمت اون 18 کیلومتر یه دونه 2 تا 3 تا دونه کتاب بخونیم که ببینیم ما چرا محجبیم، که اگه یکی اومد حجاب ما رو مسخره کرد بتونید جوابشو بدید. این حجابی که یادگار پیغمبر ماست، این حجابی که یادگار حضرت زهرا ماست. آیا امروز دخترای ما این کارو میکنن؟ ببخشیدا شرمنده. آیا خود شما که الان اینجا نشستید به عشق این شهدا خیلیاتون دارید گریه میکنید این کارو کردید؟ پس اگه میخواید تکلیفتون انجام بدید ببینید الان چه زمانیه. یعنی چی؟ یعنی الان پیغمبر شما، امام زمان شما امروز چی از شما میخواد؟ 2. ظرفیت‌های خودتون هم بشناسید. قرآن میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. امروز ظرفیت شما چیه؟ با همه ظرفیتات باید خودت رو خرج دین بکنی. چون 2 تا سواله. 1. آیا ما باید فدای دین بشویم؟ 2. یا دین فدای ما؟ پیغمبر ما نشون داد که من پیغمبری که خاتم الانبیا هم خرج دین شدم، فدای دین شدم، چه برسه به ما؟ همه انبیاء الهی فدای دین شدن، همه اهل بیت فدای دین شدن و همه این برای بچه‌های شهید هم فدای دین شدن. لذا با همه ظرفیتاشون اومدن وسط. حاج آقا ظرفیت یه شهید چی بود؟ بعضی از این شهدای ما بچه داشتن، دختراشون 4-5 سال بیشتر نبود، 2 سال 3 سال، یا نه اصلا بچه هاشون هم ندیدن. میگه خانومش بهش پیغام داد فلانی دخترت به دنیا اومده، پاشو بیا دخترتو ببین، یه اسم انتخاب کن برو. تو جواب خانومش گفت میترسم اگه بیام نگاه هم به بچم بیفته پام بلرزه نتونم برگردم. میگه نه من دخترش هم ندید، اسمم برای دخترش انتخاب نکرد. از اون دختر شهید 2 سال پیش اومد بود اینجا نامه نوشت بود بابا سلام منم مینا دخترت، 18 سالمه، 18 ساله که من تو رو ندیدم بابا. 2-3 ماه دیگه قراره من سر سفره عقد بشینم، اگه به من بگن بابات کجاست من چی بگم؟ تو وصیت‌نامه‌اش به دخترش نوشت دخترم، یه دختر 3 ساله داشت، اگه یه روزی بزرگ شدی دلت برا بابا تنگ شد دلتو بذار جا دل اون دختری که وقتی بهانه بابا رو گرفت سر بابا رو تو تش گذاشتن براش. نه بذار نوجوانای همقد و قواره خودمون بگیم. یه نوجوان 13 ساله تو وصیت‌نامه‌اش نوشت مادر. ببین برای یه مادر اینجوری وصیت‌نامه نوشتن خیلی سخته وا. مادر اگه تن منو بی سر آوردن بگو فدای تن بی سر حسین، اگه تن منو قطعه قطعه آوردن بگو فدای بدن قطعه قطعه علی اکبر.
مادر اگه تن منو بی دست آوردن بگو فدای ابوالفضل و مادر فقط و فقط برای حسین گریه کن، نه برای این بچه. با همه ظرفیتاشون وسط اومدن. شهید شمران کسی بود که دکترای آمریکا، مقامات آمریکا التماسش کردن، آقای شمران بمان، هر چه پول بخوای ما بهت میدیم، تو فقط بمان تو دانشگاه ما درس بده. شمران اون دنیا رو عطاشو به لقاش بخشید و آمد تو دهلاویه که نه دیدید یا ندیدید و میرید میبینید، اومد و شهید شد. مهدی باکری ریاست شهرداری رو ول کرد و اومد. امروز خیلی از سر میز و پست دعوا میکنن، ولی این بچه‌ها همه تعلقاتشون رو گذاشتن. یعنی چی؟ یعنی با همه ظرفیتاشون اومدن. 3. اگه میخوایم تکلیفمون رو درست انجام بدیم، دشمنت هم بشناس. خواهرها گوش. سال 61 دشمن اومد این سیمخاردار حلقوی، این میدون مین، اون کانال و اون سنگر کمینی که اینجا اومد بچه‌های ما رو قتل عام کرد و در مقابل بچه‌های ما قرار داد به عنوان مانع پیشروی این بچه‌ها. امروز دشمن همون دشمنه. لذا امیرالمومنین میفرماید از تاریخ عبرت بگیرید، چرا که تاریخ برای انسان‌ها داره تکرار میشه. امروز اون دشمن اومده جلو خواهرای اون بچه‌ها، سیمخارداری گذاشته به نام بی‌حیایی، میدان مینی گذاشته به نام بی‌عفتی، کانالی کنده به نام گودال بی‌بندوباری. و امروز اون دشمن همه هم غمش اینه نتونست داداشه منو تو شکست بده. گفت داداشاشون رو شکست ندادیم ولی خواهراشون رو شکست میدیم. اگه میخوای امروز از اون گودال بی‌بندوباری بیرون بیایم و تا آخر تو این گودال شهادت و مقتل بمونیم، امروز به داداشات که هنوز بدناشون این گوشه و کنار افتاده بگو داداش خواهر دست خالی اومده، به یه امیدی اومده، نظر دشمن به ما غلبه کنه. بعد دشمن زمانتون رو بشناسید. دشمنی که میاد ترویج میکنه راحت باش، حجاب کیلو چنده، نماز برای چی میخوای بخونی، ای بابا این خدا پیغمبر، این حرفایی که این آخوندا میزنن که تومن دوز برم نمیارزه. این حرفا منو تو رو از امام زمان جدا نکنه، منو تو رو از پیغمبر جدا نکنه. پیغمبر روز قیامت میاد میگه منی که این همه به خاطر اسلام کتک خوردم، اذیت شدم، شما چیکار کردید با این اسلام؟ حالا چیکار کنیم اینا رو حفظ کنیم؟ چیکار کنیم که جلو دشمن در بیایم؟ خواهرم مطالعه. پا منبر علمای ما. ببینید آقا این حجابی که اسلام گفته خوبه، چرا خوبه؟ این اسلامی که گفته دخترم، خواهرم، مهریه انقدر، ملاک ازدواجت انقدر، چرا؟ ما همه این ادله رو الحمدلله داریم، به هر زبانی که شما بخواد کتابش هم هست. عالم خونندش نیست. جمع نمیدونم بعد اکثریت دانشجو باشن، درسته یا نه؟ دانش آموزن. برید بپرسید از اینا که رفتن دانشگاه، خواهر دانشجو، شما برای دانشگاه و کنکور قبول شدن چند ساعت روزی درس خوندید؟ کمترینش روزی 4 ساعت. من نمیگم روزی 4 ساعت، من میگم سال 90 18 ساعت. اگه میخواید دشمنتون رو بشناسید بعد قابلیت‌های خودتون رو بشناسید. جانم به کلام امیرالمومنین تو دعای کمیلش بخونید، میگه ظلم تو نفسی، چرا؟ و تجرع تو به جهل. آدما وقتی به جهالتاشون پافشاری کنن به خودشون ظلم میکنن. خانومش میگه تو حرفام در اومدم گفتم ببین من میتونم بیام جنگ. گفت خانومم اگه تو بدونی این سیاهی چادر تو، این حجاب قشنگ تو از خون شهید هم محکم‌تره. لذا به مادرش گفت مادر قیامت میگیرم جلوی اون کسانی که بی بندوبار زندگی کردن. ما رفتیم شهید شدیم که جامعه‌مون بی بندوبار نشه. حاجا شهدا ما رو قبول میکنن یا شهدا برای یه تیپ خاصن؟ بذار یه حرف بزنم خیالتو راحت کنه. شما که بچه محله این شهدایید، شما که مال این شهرید، مال این کشورید، از بچگی اسم شهید، مادر شهید، پدر شهید رو دیدید. خواهر و دختره بلند شده از تایلند 2-3 سال پیش اومد اینجا، بهش گفتیم اومدی اینجا، میدونی چی جواب داد؟ در اومد گفت ما شنیدیم این بیابونا حاجت میده، اومدیم حاجتمون رو. این شهید دختر تایلندیه رو از تایلند بلند میکنه رو این خاک میشونه، بعد میخواد جواب تویی که خواهرشی نده؟ لذا بیاید امروز این کاری کنید. پس ما تکلیفمون رو باید اینجوری انجام بدیم: 1 زمان شناس، 2 ظرفیت شناس، 3 دشمن شناس و 4 و حرف آخر من
اگه میخوای زمان شناس خوبی بشی، اگه میخوای ظرفیت شناس خوبی بشی، اگه میخوای دشمناتو خوب بشناسی، یه راه رو خدا در قرآن فرموده: اهدنا الصراط المستقیم. این امامه که میتونه همه این چیزها رو